ببین من کلیت نمایشگاه خوشم اومد به خاطر اینی که تنوع مدیا یا اینکه تک مدیایی نبود واقعیت، یعنی تونسته بود که توی مدیای مختلف حرکت کنه و اینکه چون توی فضای رزیدنسی کارگاه آرزو بود، از این خوشحال شدم که هنرمند بچه‌ها رو به جای اینکه تک‌بعدی بار بیاره، اونا رو تو فضای شخصیشون حرکت داده بود. یه جوری از درونیات اونها آثار جوشیده بود. من این برداشت رو کردم، یا دست کم این برداشت کلی من. و اینکه بچه‌ها آزادانه تونسته بودن اون فضای درونی و شخصی خودشون رو با فضایی که اون مدت رزیدنسیه در هم آمیخته کنن و یک کلیتی ارائه بدن، شایان توجه بود.